تا حالا شده یه موزیک بشنوی و با خودت فکر کنی که کاش منم میتونستم همچین چیزی بسازم، یا یه نفر رو در حال ساز زدن ببینی و بگی که خب لابد این استعداد موسیقی داره، ولی خب واقعا این استعداد موسیقی چیه؟ یه چیز خدادادیه؟ اگر کسی نداشته باشه یعنی هیچ راهی نداره که توی موسیقی موفق باشه؟ یا اصلا یه نفر از کجا باید بفهمه که استعداد موسیقی داره یا نه؟ خب اول از همه بیایم یه چیزی رو روشن کنیم. استعداد موسیقی یه چیز جادویی و عجیب غریبی نیست که فقط یک عده خاصی باهاش به دنیا بیان. استعداد موسیقی در واقع یک ترکیب از چند تا ویژگی مختلف: توانایی شنیداری بالا، ریتم شناسی، توانایی تشخیص ملودی‌ها و البته یه جور درک حسی از موسیقی. حالا خیلی‌ها فکر می‌کنن که اینا یا هست یا نیست، ولی حقیقت اینه که خیلی از اینا ویژگی‌هایی هستن که قابل تقویت شدن هست. حالا اگه شک داری که استعداد موسیقی داری یا نه، این چند تا نشونه رو میتونی چک کنی. اگه آهنگی رو راحت حفظ می‌کنی و توی ذهنت تکرار میشه، اگه ناخودآگاه ریتم رو با پات یا دستات دنبال می‌کنی و در اصطلاح ضرب می‌گیری، اگه میتونی نوت‌های آهنگ رو تشخیص بدی حتی شده یه خورده، اگه وقتی یه ساز می‌بینی کنجکاوی که ببینی چه جوری صدا میده، یا اگه موقع گوش دادن به موسیقی به جزئیاتش دقت می‌کنی. حالا اگه فقط چند تا از این ویژگی‌ها رو داری، پس یه جوری میشه گفت که هوش موسیقایی تو بالاست. حالا یه سری باور غلط درباره استعداد موسیقی هست که بد نیست همینجا برای همیشه یه بار باهاشون خداحافظی کنی. اگر از بچگی شروع نکردی دیگه دیره. خب این کاملا اشتباهه. کلی موزیسین داریم که حرفه‌ای هستن و توی بزرگسالی شروع کردن. اگه نتونی بعد چند بار تلاش یا آهنگ رو بزنی پس استعداد نداری. خب همه چیز با تمرین بهتر میشه. در واقع نوازندگی بخشی از موسیقیه و نه همه موسیقی، اما یاد گرفتن یه ساز خیلی کمک کننده است. یادگیری موسیقی فقط برای افراد خاصی. نه، موسیقی یک تجربه انسانیه که همه میتونن ازش لذت ببرن. حالا یه سوال: اگه کسی استعداد داشته باشه ولی تمرین نکنه بهتر میشه، یا یه نفر که استعداد کمی داره ولی تمرین میکنه؟ تقریبا توی همه موارد اون کسی که تمرین میکنه برنده است. استعداد شاید یک شروع خوب باشه، ولی اگر پشتش تلاش نباشه فایده‌ای نداره. خیلی از بهترین موزیسین‌های دنیا شاید از همون اول خب نابغه نبودن، ولی اونقدر تمرین کردن که در نهایت شدن اون چیزی که ما الان میبینیم. پس اگه دوست داری موسیقی رو تجربه کنی، دلیل نداره که منتظر یه معجزه باشی. شروع کن، امتحان کن، یاد بگیر، تجربه کن. شاید یک ساز جدید یاد بگیری، شاید آهنگ بسازی، شاید هم فقط گوش بدی و لذت ببری. مهم که موسیقی بخش مهمی از زندگیت باشه. استعداد شاید یه هدیه باشه، ولی موسیقی یک سفره و این تویی که تصمیم میگیری بری توی اون سفر یا نه. من محسن هستم و اینجا کیدنسلیه، جایی که موسیقی جریان داره.